وقتی که وارد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی شدم، پراکندگی دانشکده‌ها خیلی واسم دلسرد کننده بود. اما وقتی با اساتید و کادر اجرایی آشنا شدم دیگه اون فضای دانشگاه دلسرد کننده که نبود هیچی، تازه دلنشین و دوست داشتنی هم بود. اولین باری که نام دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی رو شنیدم در صنف 12 قبل از دانشگاه بودم که یکی از معلمای ما در همزی دانشگاه درس خواندن. از اونجایی که خیلی خود من دوست داشتم که در دانشگاه مطرح ایران به خیلی استادای معروف درس بخوانم. بعد از اینکه تحقیقایم تمام شد خبر شدم که بیشتر اساتید خوب همزی رشته در دانشگاه خواجه نصیره. برای از دیگه تردید از خود راه ندادم و در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ثبت نام کردم. اساتید حمایتگر، دلسوز، سطح علمی خیلی بالا داشتن و در جامعه علمی مطرح و اعتبار داشتن و دارن. در واقع در مورد محیط دانشکده باید بگم که با اینکه محیطش کوچیک هست ولی خیلی فضای دوستانه، حامی و آرامش بخش داره و دوستی‌های پایدار توی اون شکل میگیره. خود از این دوران تحصیل خود در یکی از گروه‌های خوب از این دانشگاه ملحق شدم که نام از این گروه روباتیک ارسه که از امزو ابتدا یکم مبهم کار خود را شروع کردم، مشخص نبود چیز کارمونم، ولی خدا را شکر همکاری و همدلی که بین بچه‌ها بودن باعث شده که در آخرش یک پایان خیلی خوب داشته شم. چندین مقاله بیدم، چندین ثبت اختراع داشته شم و ربات ساخته بشه و همه اینا رضایی را مدیون از این هستم که از دانشگاه و بخیر اساتید مطرح و بینام دانشگاه خواجه نصیرالدین بودم.